خب بچه‌ها توی این ویدیو میخوام با روش سیزر آورکام یعنی قیچی روی شونه بیام یه شکلی رو توی قسمت ساید سر بغل سر بسازیم. توی مرحله اول بچه‌ها میخوام به صورت فله این شکل رو بسازم و توی مرحله بعدی بیایم لایه لایه این کار رو انجام بدم، ببینیم که کدوم یکی از اینها نتیجه بهتری داره. توی این مرحله اول بچه‌ها قیچی رو میارم زیر موها و میندازم، بعد شونه رو میندازم زیرش و شروع میکنم به قیچی زدن و میام بالاتر این کار رو انجام میدم. دوباره تو این روش میام یه مقدار بالاتر برشم رو انجام میدم. حالا ببینیم که چه شکلی رو توی محور ارتفاعمون ساختیم. تقریبا یه شکل اینو که ببینید این تقریبا یک شکلیه که خیلی نمیتونیم بررسیش کنیم. حالا بریم سراغ روش لایه لایه، یعنی میایم این قسمت یک سکشن رو به صورت افقی با قیچی جدا میکنیم، به این شکل جدا میکنیم و شروع میکنیم به برش دادن. بعد دوباره باز سکشن بعدی به صورت لایه لایه میاریمش روی الگوی قبلی، برشش رو انجام میدیم و در نهایت میایم اینجا برش بعدیمون رو انجام میدیم که کامل ببینیم کارمون به چه شکلی شده. حالا میایم از یه سکشنی رو از قسمت ارتفاع جدا میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم که به چه شکلی شده. اگر نگاه کنید بچه‌ها یه مقدار قابل بررسی تره. ببینید از کم به زیاد برشمون رو انجام دادیم، یه مقدار قابل بررسی تر شد. اوکی. حالا این جایی که یه مقدار اگه ببینید خالیه، این قسمت ها این یا کنید از زیاد به کم اومده. این قسمت ها که میبینید بینشون خالیه، اینا به خاطر تراکمیه که توی این قسمت ها داریم. ببینید یه تراکم کمی توی این قسمت ها، یعنی موها تراکمش کمتره، خیلی بازه. به خاطر دلیلش اینه که یعنی خیلی خالیه، به خاطر همون اون قسمت ها به این شکله. ولی روش لایه لایه بچه‌ها خیلی بهتر و مؤثرتره، یعنی با این روش خیلی تمیزتر بررسیتون بهتره، یعنی کاملتره، کار تمیزتره. مرسی از همراهیتون. برای آموزش‌های بیشتر هم بچه‌ها پیج ما رو فالو کنید تا بتونیم خیلی نکات بهتری و ارزشمندتری رو به شما برسونیم، چون میخوایم این آموزش ها خیلی فراگیرتر بشه تا همه بتونن یک کار تمیزتر و با کیفیت تری تحویل مشتریشون بدن. دم همتون گرم. خدا نگهدار.